رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان شیر محمد شاهیان میگوید که روند جمع امضای داوطلبان کرسی پرزیدنتی خوب جریان دارد. با گفت شاهیان تنها یک مورد ذکر شده است که در ناحیه شهر نو مقامات به ورقه‌های حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان امضا و مهر نگذاشتند. در همین حال آخر هفته گذشته گروهی از طرفداران نامزد آینی‌حال بابانظرова در شهر دوشنبه مدتی کوتاه بازداشت شد، ولی این به اصطلاح کج‌فهمی زود حل خود را پیدا کرد و گروهی تشبسکار رها شد. روز دوشنبه دادگاه عالی تاجیکستان مسئولان حمله به خانه معاون سروزیر تاجیکستان مرادعلی علیمردان را مجازات کرد. زینالدین صمدов و دلشاد میرزایف به مدت 24 سال و امید نصرالدینov به مدت 22 سال از آزادی محروم شدند. حمله به خانه مرادعلی علیمردان سال 2005 در ناحیه حصار 35 کیلومتری غرب دوشنبه رخ داده بود. غارتگران مسلح پول و جواهرات اهل عائله علیمردان را ربوده پاسبان منزل را به قتل رسانده بودند. دادگاه را در شهر دوشنبه خبرنگار آزادی گنجینه گنج پیگیری کرده است و او حالا در خط با ماست. گنجینه در عرفه محاکمه گفته بودند که تا هنوز همه متهم‌ها دستگیر نشدند. بله درست است. در این جنایت نفر چهارم هم دست دارد. طبق اطلاع مقامات قابل اولوغوف هنوز دستگیر نشده است که او محض قاتل یکی از پاسبان‌های خانه مرادعلی علیمردان حساب می شود. گنجینه در سال 2005 یکی از محافظان مرادعلی علیمردان مدتی را در زندان گذرانیده بود و او را با دست داشتن در این جرم متهم شمردند. در این باره هم چیزی گفتند؟ یکی از پاسبان‌هایی که 8 ماه را در زندان سپری کرد امید نصرالدینov است که حال 22 سال حکم گرفت. آنگاه از بس که گناه صادر کردهش اثبات نشده بود به همین خاطر او را رها کرده بود. تشکر از شما گنجینه گنج، خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. روز دوشنبه پدپالکونیک ملیسا خورشید ربیف سردار مؤسسه نقلیات ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه کولاب بر اثر سکته قلب وفات کرد. خورشید ربیف شوهر آوازخوان معروف سوریای قاسم و پدر آوازخوان فرزانه خورشید سال 1964 در کولاب در عائله حبیب ربیف سابق رئیس کمیته امور دینی تاجیکستان به دنیا آمده است. دوستان و نزدیکان از وی به عنوان مرد شجاع و مهربان و غمخوار یاد می‌کنند. رهبر و 2 کارمند سازمان خیریه دست یاری را در شهر دوشنبه با جرم اوباشی 5 روزه محکوم به حبس کردند. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روز 28 سپتامبر رهبر سازمان خیریه دست یاری کامل اریشوف و همکاران او کامران اساس‌زاده و طاهر خالو را به مهلت 5 شبانه روز محکوم به حبس مأموری کرد. اما کامل اریشوف و کامران اساس‌زاده قبل از مرافعه به حامیان حقوق گفتند که هیچ کاری غیرقانونی نکردند.